از منوی سمت راست بر روی بارگذاری موزیک کلیک میکنید. بیساوا باید به یکی از سرورهای آپلود که آزاد هست و ترافیک کمتری داره متصل بشه و مقدمات اولیه برای بارگذاری رو برای شما آماده کنه که این کار ممکنه چند لحظه طول بکشه. در اینجا باید تصویر موزیک رو انتخاب کنید. بر روی انتخاب فایل کلیک میکنید و تصویر رو انتخاب میکنید. اگر موزیک ما تصویر نداره بر روی دکمه تصویر ندارد کلیک میکنید. در ضمن بعداً میتونیم تصویر و کلیه اطلاعات موزیک به جز خود موزیک رو تغییر بدیم. ابتدا فایل موزیک رو انتخاب میکنیم. جعبه عنوان اثر و صاحب اثر رو پر میکنیم. حالا اگه توضیحات دیگه‌ای مثل متن آهنگ یا نام آلبوم یا هر چیز دیگه‌ای که مرتبط با موزیک هست رو داخل جعبه توضیحات اضافه وارد میکنیم. جعبه برچسب‌ها یا همون تگ‌ها شامل کلمات کلیدی در مورد موزیک هست، مثل دانلود آهنگ جدید، دانلود آهنگ از صاحب اثر. من چند تا برچسب برای موزیک وارد میکنم. چند تا منوی کشویی در پایین میبینید که 2 تا مربوط به طبقه بندی هست. اولی طبقه بندی 20 آوا و دومی مربوط به طبقه بندی کانال شماست. برای جستجوی بهتر بازدید کنندگان میتونیم یکی از مقادیر را از لیست انتخاب کنیم. این مقادیر باید مرتبط با موزیک باشه. لیست بعدی مربوط به ارسال دیدگاه هست. هر کدام که مد نظرمون هست را انتخاب میکنیم. اگر بارگذاری موزیک کامل شده باشه پیغام بارگذاری موزیک با موفقیت به پایان رسید نمایش داده میشه و میتونیم بر روی دکمه ارسال اطلاعات کلیک کنیم. در غیر این صورت باید صبر کنیم تا بارگذاری کامل بشه. پس از ارسال اطلاعات صفحه اصلی بیساوا نمایش داده میشه و موزیک ما در لیست صفحه اصلی قرار میگیره. برای نمایش موزیک هایی که آپلود کردیم از منوی سمت چپ بر روی کانال شما کلیک میکنید.